امر به معروف و نهی از منکر 3 مرتبه دارد. مرتبه اول که نازل ترین مرتبه هست، مرتبه قلبی است، یعنی انسان به قلبش از منکر منزجر باشد و معروف را در قلبش قبول داشته باشد. اگر کسی معروفی را ترک کرد، این در قلب از ترک این معروف ناراحت باشد. اگر کسی منکری را به جا آورد، انسان در قلبش ناراحت باشه. و البته این مسئله خیلی مهمی است، زیرا که ریشه اعمال انسان به قلبش برمیگرده. یعنی انسان وقتی که در قلبش از یک چیزی منزجر باشد، او را انجام نمیده. اگر در قلبش رغبت به یک چیزی باشد، او را انجام میده. مرحله دوم از مراحل امر به معروف و نهی از منکر مرحله زبانی است. یعنی انسان با زبانش به کسی که مرتکب منکر می شود بگوید، او را نهی بکنه، هشدار بهش بده. یک کسی میخواد دزدی بکند، انسان با زبانش بگه دزدی نکن. یک کسی مال مردم را نمیده، خورده مال مردم را نمیده، با زبان بهش بگیم که باید مال این مردم را که خوردی، مال این یتیم را که خوردی، باید پرداخت بکنی، باید بدهی. این با زبان است که این مرحله دومه. مرحله سوم باید، یعنی با زور، با قهر، با غلبه. این مرحله سوم نهی از منکر و امر به معروف هست. یعنی فرض کنید ما دیدیم که یه نفری داره یک انسان بیگناه را میکشه و ما میتوانیم بریم به زور دستش را بگیریم، سلاح را از دستش بگیریم و نذاریم این شخص کسی را بکشد. اگر میتوانیم، اینجا واجب هست بر ما که با زور هم که شده جلوگیری از قتل بکنیم، از این منکر بزرگی که از بزرگترین منکرات هست، جلوش را بگیریم.